کنون دوستان ارجمند وخوری نهایی وزن جمعی 95 کیلوگرم. نماینده فدراسیون بین المللی گوشتگیری شیرالی خب نماینده فدراسیون بین المللی گوشتگیری پهلوان ازبکستانی شیرالی جورایف و حریفش از تاجیکستان قهرمان جهانی گوشتگیری شکر محمد میر محمدov. مبارزه برای نشان طلا آغاز می‌گردد در وزن جمعی 95 کیلوگرم. شیرالی جورایف پهلوان ازبکستانی خیلی پهلوان پرقوت است و آمادگی شکر محمد میر محمدov هم در این مسابقات خیلی عالی بود. بخوری نهایی وزنی با اضافه 95 کیلوگرم با یکتکی سفید نماینده فدراسیون بین المللی گوشتگیری خب شیرالی جورایف نماینده فدراسیون بین المللی گوشتگیری و با یکتکی سبز شکر محمد میر محمدov از بدخشان تاجیکستان قهرمان جهان گوشتگیری و با ادای احترام به همدیگر رقابت را شروع میکنند. داور هم با اشاره گیرت رقابت آغاز میگردد. شکر محمد میر محمدov امروز هنر والای خود را واقعا نشان داد. خودی شیرالی جورایف هم یکی از مدعیان اساسی این وزن را ستاره جودوی جهانی را از صد روی خود بیرون کرد. گلا زالاشویلی گرجستانی را. اما شکر محمد میر محمدov هم هنر خیلی شایسته دارد. از بالا داشته است. موقعیت خیلی مناسب است برای شکر محمد میر محمدov. توجه اکنون به حلوک درونه. اینجا شیرالی جورایف عقب نشینی میکند برای تکیه گذاشتن به شیرالی جورایف. داور هم آگاهی داد. کمی البته فاصله رو هم نگاه می‌دارند. فشار شکر محمد میر محمدov حریف را می‌خواهد نزدیک کند. از بالا داشته است که این حالت بسیار موافق است برای پهلوانی ما و برای برآمدن از روی گلیم به شیرالی جورایف داور تنبیه می‌دهد. این بر سود پهلوانی ما خواهد بود. ولی گپ سر آن است که وقت حالا خیلی زیاد است. البته این گناه دستک زنی های بیهوده چندان خوب نیست. شیرالی جورایف اکنون بعد از آنی که تنبیه گرفت خوب درک کرد که این بر سود او نخواهد بود و فاصله را میخواهد نزدیک کند. از کمربند شکر محمد میر محمدov داشته است. فاصله رو نگاه می‌دارند وگرنه در صورت نزدیک شدن پرتاف امکان پرتاف کردن هم به میان می آید. و چی اشاره میکند اینجا شکر محمد میر محمدov و داوران را
داوران کنجی را داور مرکز نزد خود میخواند برای کدام قراری برآوردن. برای خارج با شیرعلی جورایف باشد یا چیزی دیگر؟ نه، اشاره هم شد به فکرم که رقابت باید ادامه کند. و همین طور هم است، رقابت باید ادامه کند، چیزی نیست. هم از روی قاعده است. جریان رقابت اکنون وابستگی دارد از هر دو این پهلوانان سنگین وزن. موقعیت‌های هر دو بسیار هم مساعد است. تنها در این میان پرتاب کردن لازم است. شکر محمد از کمربند داشته است. توجه است به حلوکی درونه بود. این حالت هم پشت سر شد و شیرعلی جورایف هم حریف را میخواهد نزدیک کند به خود. شکر محمد هم فاصله میگیرد. موفق نمیشوند هر دو. البته شکر محمد میر محمدов به خوبی درک میکند که پهلوان یا حریفش تا کجا کسبیتش بلند است. به همین خاطر توکل نمیکند، از حد زیاد نزدیک نمیشود. شکر محمد میر محمدов یک مدت در رشته گشتین جودو در میان سنگین وزن‌ها تاجیکستان را نمایندگی میکرد و بعداً به گشتینگیری گذشت. توجه شیرعلی جورایف برای اجرای اصول کمری بود اما موفق نشد. ثانیه های به شمار ماندن تا انجام وقت اساسی 41 ثانیه و شکر محمد میر محمدов میتواند که با احتیاطانه این ثانیه های باقی مانده را بر سود خود سپری کند، زیرا حریف تنبیه دارد. همین تنبیه سبب می شود که شکر محمد میر محمدov پیروزی را به دست بیارد. شش، پنج، چهار، سه، دو، یک. تمام. وقتم به انجام رسد. شکر محمد میر محمدov دومین نشانی طلا را، سومین نشانی طلا را از هیئت ورزشگران ما امروز به دست می‌آورد. شکر محمد میر محمدov واقعا امروز معلوم بود که او آماده بود برای این رقابت و بالاخره موفق هم گردید. خب همینطور در ششمین مسابقه بین المللی برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه اوید به کشتینگیری ورزشگران ما با گرفتن 3 مدال طلا مشرف گردیدند که البته این نتیجه بسیار هم خوب هم به حساب میرود. سهراب باقیوف در وزن تا 65 کیلوگرم، محمد شریف نجمی‌دینov در وزن 78 کیلوگرم و شکر محمد میر محمدov در وزن جمعی 95 کیلوگرم برندگان نشانهای طلا و حساب. بعد از چند لحظه مراسم تقدیم جایزه ها و بهترین ها البته. خب بعد از چند لحظه مراسم تقدیم جایزه ها و پهلوانان جمعی 95 کیلوگرم آغاز می‌گردد. حالا غالبان وزن جمعی 95 کیلو را نزد منبر افتخاری دعوت میکنیم.
خب دو مقام سیوم رو جاوید مرادی از ایران و شریف نظریف از تاجیکستان به دست آوردند. نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان قهرمان بازی‌های المپیک رو در ژنیرو دلشاد نظرف مدال‌ها رو تقدیم می‌کند و نفران موفق. پهلوانی از همه بزرگسال خب شیرعلی جورایف نماینده تاجیکستان برنده مدال نقره گردید و همین طور قهرمان جهان در گشتنگیری پهلوان ناماشنای تاجیکستانی شکر محمد میر محمدوف برنده مدال طلای این مسابقات گردید. خب کوروش خسرویار دیرکتور گنرالی فدراسیون بین المللی گشتنگیری مکافات پولی را و این پهلوانان موفق تقدیم میکند که البته ما قبلا هم اشاره کردیم در برای این مبلغ های پولی نفران مقام های سیوم $2500 آمریکایی برنده نشانی برنجی نقره $5000 و مدال طلا $10,000 آمریکایی تحفه می شود و اکنون در این فضای متنتن سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. سرود ملی جمهوری تاجیکستان تنین انداز می گردد. Sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan. خوب همین طور دوستان ارجمند مخلصان و هواداران گوشتنگیری دوام نزدیک به 13 ساعت امروز رقابت پهلوانان جریان کرد و اظهار سپاس به تمام آن مخلصان و هوادارانی که تا این پاس شب پهلوانان را دستگیری کردند، محبت زیاد به گوشتنگیری داشتند. زنده باد دوستی، زنده باد صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی در دیار عزیزمون. همکنون با همین ششمین مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آید به گوشتنگیری به نقطه نهایی میرسد. بار دیگر از تمام مخلصان و هواداران امروز اظهار سپاس میکنیم.